الان واسه 40% افزایش حقوق حاج آقا میگه من از حوزه علمیه حقوق نمیگیرم. پس واسه چی بودجه حوزه علمیه رو 2 برابر 2.5 برابر افزایش دادن؟ حقوق کارگر رو 40% میخوان افزایش بدن، اونم 40% با ضریب امسال که تا اردیبهشت ماه این 40%ش یعنی 10 میلیونش رو میکنن 14 میلیون، دوباره 40% تورم، دوباره 4 تومن ازش میگیرن، این جیب به اون جیب دست میکنن، از پشت تو جیبت برمیدارن، از این ور 2 تومن میکنن تو جیبت. اصلا خنده‌دار. 9 میلیون گرسنه تو این کشور، شما میگین حکومت جمهوری اسلامی اضافه وضع موجودین، میگین آقا نه مشکلی نیست، شاخص‌ها خیلی بهتر شده. یه روزی ما داشتیم ژاپن میشدیم، کره میشدیم، همون اول انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی کنار امام گفت آقا خزانه پره، هیچ مشکلی نداریم، نفت داریم، گفت اندک کشورهای از ما بالاترن، 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، هیچ مشکلی نداریم. اون روزا ما با ژاپن و کره جنوبی و اینا مقایسه می‌شدیم. امروز کره شمالی نمیتونیم بشیم. یه روزی رئیس جمهور کشور ما می‌نشستن سران سه قوه واسه نمیدونم زیر ساخت و پتروشیمی و ریل راهن و اینجور چیزا جلسه فوریتی می‌ذاشتن. امروز واسه سیب زمینی و لوبیا چیتی جلسه فوریتی می‌ذارن. شما چه جوری می‌تونین بگین که ما رو به پیشرفتیم؟ شاخصایی نمی‌شه میدید. عدد رقم میگین نه سفره من خودم دادم 2 تا 4 تا می‌کنم از 10 سال پیش تا امروز خیلی بدتر شده. شما حتما سفرت پررنگ‌تر شده، اینو نمی‌تونید به جامعه اختصاص بدید. کل جامعه سفره‌اش بهتر شده. خودم یه روزی از پدرم یه چیزی می‌خواستم، پدرم نتونست واسم تهیه کنه. بهش گفتم اگه نمی‌تونستی واسه چی بچه آوردی؟ امروز من از اون روز می‌ترسم که بچه‌م همینو بهم بگه. چه جوری میشه از این وضع دفاع کرد و امیدوار بود.